انشاءالله اجر مکافات بدهد. موضوع اساسی امروز ما شما خداخواد قبلا 3 روز پیش اینجا خداخواد حضور داشتیم که بهترین انشاءالله خدا خواهد که شما الحمدلله نیت کردید برای ساختن خانه الله. وقتی که مؤذن میگه که حی علی الصلاة، ای مردم بیا به نجات، بیا به نماز، حی علی الفلاح، بیا به نجات، نمیایید. برای آگاه کنندگان این مسجد الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 18 بین قرآن برآورده است. همه امروز قرآن داره. میگه مسجدان که پول ماشه صرف بکنن، که دنیاشه صرف بکنن، همون کسی که ایمانی به کی داره؟ به الله داره. دیگه من آمن بیوم الاخر، کسی که ایمان به آخرت داره که فقط میمونم، فقط نزد الله میخیزم، دستگیری اگر قبرم شود گویی، دستگیری آخرتم شود گویی، انشاءالله مسجد میگه آباد میکنه. داشتم کجای شیرز لغت کپی خوب زنگور بیا بریم توره یک بار یک تا گیشمون انشاءالله ثوابی گیشته میگیری، تختمون ثوابی تختته میگیری، خداخواد گفته ثوابی گفته میگیری. اولا حمد و ثنا بر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت و رسولی که هر صاحب عزت و طاعت، نام پاکش محمدی عربی است، رهنماینده بزرگ و سلی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا بر خداوند را که الله سبحانه و تعالی در این روز مبارک حج المساکین الله سبحانه و تعالی دیداری دیگر دیدن مناسب دید. بسیار به الله سبحانه و تعالی شکرگزار باشیم که الله سبحانه و تعالی در این روز حج المساکین، این روز بهترین هفته، بهترین روز که این ایام یوم الجمعه، روز جمعه است انشاءالله خداخواد در این روز دعاهای ما شما اجابت میشود. در این روز هر عملی که میکنیم الله سبحانه و تعالی مضاعف زیادتی بر زیاده الله سبحانه و تعالی انشاءالله اجر مکافات بدهد. موضوع اساسی امروز ما شما خداخواد قبلا 3 روز پیش اینجا خداخواد حضور داشتیم که بهترین انشاءالله خدا خواهد که شما الحمدلله نیت کردید برای ساختن خانه الله. انشاءالله خداخواد بهترین خدا خواهد ما درباره روز فضیلتی انشاءالله خداخواد مسجد و مسجد ساختنش چی اجر دارد، چی مکافات ها دارد، انشاءالله خداخواد پاداش اینکی میتید انشاءالله و سهم شما عزیزان خداخواد میرسونه. اولا خداخواد این مسجد ساختنش برای هر یکی ما شما مبارک باشد. الله سبحانه و تعالی با این قوم و جمعیت کوچ و قوت عطا نماید و زودتر تیزتر انشاءالله خداخواد این خانه را با آخر رساندن شد. الله سبحانه و تعالی خودش مددگار ما شما باشد. میدانید این مسجد خداخواد اکادمی است. این مسجد جایی هست که تمام صحابه ها از ابوبکر صدیق کشیده تا پس‌ترین صحابه را همشه تربیت کردگی مسجد است. این مسجد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان دانشکده نبود، یکان اکادمی نبود. تمام صحابه غذا را از چی میگرفتن؟ از مسجد میگرفتن و در مسجد طاعت میکنن، عبادت میکنن، از صحبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم غذا میگرفتن، غذای معنویش را بای میکردن و عمل میکردن.
امروز افسوس ما شما شنیدن خلاف شریعت کار میکنن. صحابه وقتی که میشنیدن همون زهات عمل کردن سر میکردن. ما امروز شنیدن عمل نمیکنیم. شنیدن خلاف شریعت کار میکنیم. بدانید عبادتی که در مسجد میشود 27 درجه بلند دارد. 2 رکعت نمازی که در اینجا میخوانیم 27 رکعت در خانه تنها خوندن به هست، یکی در خانه میخوانیم. مسجد دوست داشتنش باید که مثل صحابه ها به نهایت با محبت زیاد باشد. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم 23 سال دعوای پیغمبری کردن، خلاص 23 سال. در دوام 23 سال 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه باشد، یعنی 13 نماز به عذر جماعت ترک نگی خلاص. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بالکل نمازش در چی بود؟ در مسجد بود. امروز مردما مسجدا و مردما امروز زار، مردما از مسجدا امروز بیزار. توی شود خداخواهد انشاءالله 2 سوخته میشینی در اونجا برای رضای که مخلوق، برای رضای جونت، برای رضای طاقت، برای رضای عقد، برای رضای دادرت، برای رضای همسایت. راضیش رای خفه نشو، الله خفه شش نگه که هر روز مؤذن ندا میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از آن فرض است. سوره جمعه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. وقتی که میگه آواز داده شد برای نماز جمعه بس سعی کنید به سوی ذکر خدا. همین که از آن فرض است. همین آیت دلالت بر چی؟ از آن فرضیتش میکند برای تو. وقتی که مؤذن میگه که حی علی الصلاة، ای مردم بیا بیا به نجات، بیا بیا به نماز، حی علی الفلاح، بیا بیا به نجات، نمیایی. لبیک نمیگویی، مخلوق لبیک نمیگویی. حقیقت نیست. اگر توی فراد نکنه خفه میشه، خالی میشه که من در تویش نگفت ای که الله هر روز خانش دعوتت میکنه نمیگی. برای آگاه کنندگان مسجد الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 18 بین قرآن برآورده. همه امروز قرآن داره. داریم قرآن در الحمدلله. امروز این آدمای خدا مبارک شو کند، خدا رحمت شو کند، به هر نمود زبان قرآن امروز برای ما شما تفسیر کرده دادن. هر خانه نخل استاد داری قرآن. سوره توبه آیت 18 بین الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. راست خدای بزرگ صدق الله العظیم. صدق الله العظیم معناش چی است؟ راست خدای بزرگ است. بعد یک بیعقلا بوده است صدقه الله بوده صدقه دیگه روسیه با مولوید وصیت اسلام نمیفهمی. عرب ها که وقتی که اگر گپ بزنی و بعد یک گپی خوب زنه صدقت میگه طوری گفتی بچه یا بلدی صدقت طوری گفتی. صدقه الله دیگه طوری گفت خدای بزرگ. همین معنی داره صدقه نیستی. خدا چی میگه استعاذ بالله؟ جوز نیست آنانی که چیکار میکنن؟ امارت میکنن مسجد خدا را، مسجد خدا را آباد میکنن. برای آباد کردن مسجد خدا کمر همت میبندن. الله امروز دلار دادید، امروز پولی ایرو دادید، امروز خدا خواهد پولی ازبکی داری، کلگیزی داری، روسی داری، میگه کمر همت بند و خانه خدا آباد کنه. این
و یعمر مساجد الله من آمن بالله. آدم به ایمان خونه خدا آباد نمیکنه. خدا بگه کسی که ایمانی با کی داره؟ یکم به الله داره. الله بودنش باوریش است که از خدا و جز خدا دیگر خدا نیست در دنیا. لا اله الا الله میگوی معناش چی است؟ لا مفتقین نه عربان به کلمه لا اله نیست خدا الا الله مدرم یکتا خدا است. محمد رسول الله محمد خبرچی خدا است. میگه مسجدان کی پول ماشه صرف میکنن؟ کی دنیاش صرف میکنن؟ همون کسی که ایمانی با کی داره؟ با الله داره. دیگه من آمن بیوم الاخر کسی که ایمان با آخرت داره که فقط میمونم فقط نزد الله میخیزم دستگیری اگر قبرم شوگویی دستگیری آخرتم شوگویی انشاءالله مسجد میگه آباد میکنه. اینجا کار آنجا نخل بردار تا که شوی سرفراز از فضل غفار. یک سومه که خدا خود در اینجا صرف میکنی خدا 700 سومه گره میدید. یک سومه که در این خدا خانه خدا صرف میکنی و یک کاره و یک احسان 700 خدا بخشد از فضل خود بهد. خدا یک گفت اقرض الله اینجا چرا نبخشی به حق و خدا قرض احسان. خدا گفت کی است که درهای من قرض حسنه میدی و امیدی ثواب خدا را قرضدار کرد. مسجد آباد کن انشاءالله. یک سوم داری نتونی خدا خواهد کمی خوب زن نتونی نیت کن الله اگر دنیا میدادی خونت آباد میکنم ندارم خدا جان فلان چی با یکم ثواب گیرد دست از من چی میگیرم گم همون نیت الله میدید. یک عزیزی خدا میگد از پیشی یک تودر اگزار میگذشت. یک تودر اگزار دیگه خدا بندا اگر گفت همین اگزار گندم میکردی تمام مخلوقای خودنا صرفش میکردم دلای خیرش میکردم همون نیت نه الله همون ثوابی که خیر گرد داد. چون که نیت المؤمنین خیر مؤمن عملی که نگه پیغمبری بزرگوار نیت مؤمن از عملش بهتره. من نیتی انشاءالله خدا خود نداشتم کجایشین خدا خود که بی خوزم گل بیا بریم جوره یک بار یک تا گیشمون انشاءالله ثوابی گیشته میگیری تختمون ثوابی تختته میگیری خدا خود گفته ثوابی گفته میگیری. شما خودی دلگیر نشه که این چیزا بیکار میرن. نه این چیزا همش نزد الله ذخیره دارد. این الله لا یضیع اجر المحسنین. خدا میگه من اجر احسان کنندگان هیچ گم نمیکنم. نه دست گم نمیشم اجرش در پیشش انشاءالله خدا خواهد. اینا میگن باوری با قیامت دارن مسجد چکار میکنن عمارت میکنن مسجد انشاءالله بسازن بنا میکنن انشاءالله خدا خواهد. اینا کی هستن میگن اینا با اقام الصلاح آنانه که 5 وقت نماز برپا میدارن. اینا همه خلال دم هستن که خدا قیامت بادویش میکنن 5 وقت نماز نخوند و زکاتی باشه بیوه بیچاره و محتاج و مدیون و قرضداران در زکاتی باشه میداده که آدم باید بگید ولم یخشا الا الله. اینو از هیچ کس نمیترسن بگید این نماز خدا این مسجد آباد کنندگان این زکات دهندگان میگه خدا اینو از هیچ کس نمیترسن فقط یکی میترسن ای الله میترسن انشاءالله خدا خواهد. چون که الله نمیترسه که نماز نمیخونه کس از خدا کسی که نمیترسد ولی سر سجده دیدگی نیست. کسی که از الله نمیترسد با این مخلوق پیغمبر رو با قیامت ندارد مسجد ندیده ساری مسجد ندیده است. مسجد کی میبیند؟ آدم ایماندار میبیند. آدمی که خدا خواهد فقط از خدا دیگر از این چیز نمیترسد. فعصا میگد بس اینا چی هستن؟ امید از خدا خواهد. این گروه ها میگه خداوند اینا هدایت یافتگان هستن. شما هدایت یافتگانی چی هستی؟ راه خدا هستی. الله ایمان همان در نمیتی حیات نبرار همان در پیغمبری بزرگان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میخواست که تمام دنیا ایمان بیارد
میخواست آرزو میکرد اما کش به امام رفتگی است. اما کش ابو طالب که بچهش اسدالله شیر خدا که در جهادها چندین لک کافران سرش گرفتگی است. داماد محمد صلی الله علیه وسلم که فاطمه مادر بونه چی؟ همسرش یکی به ایمان رفت. هدایت در دست شما نیست. یادم رو سه چیز بجوز خدا دیگر هیچ چیز دیده نمیشود. یکم انشاءالله فرزنده خدا میدید. نه پیغمبر داده میتوند، نه عالم داده میتوند، نه پروفسور، نه دکتر. دویم هدایت بجوز خدا کسی نمیکنه. یادم رو هیچ کسی تو هدایت کرده نتونی. هدایت در دست هیچ کس نیست. اگر عالم زور باشی، واعظ باشی، مقصدی تو نصیحت است خلاص نگویی تمام. اگر در دست محمد میبود همه را هدایت بکرد. اما چه هدایت کنه نتونیست. سری بالی نشومد گفت امام جان بگو لا اله الا الله جنت می‌دهیم خدا میبخشد. آیت اومد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انک لا تهدی من احببت لکن الله یهدی من یشاء. ای محمد تو دوست داشتگی انسانات را هدایت کنه میتونی. یکی من کسی را خواه هدایت میکنم. هدایت در دست بنده نیست عزیزان من. وظیفه شما عمل کردن است. وظیفه ما شما گفتن و نصیحت کردن است. کسی مجبور نماز خوندن میتوند. ما میرسانیمش کجا دایره میشینی اخلاق یک خوب کن.